هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، از احادیث قدسی آمده است: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم ان الله تعالى يقول: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. حديث صحيح رواه الترمذي. رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم فرمودند که الله سبحانه و تعالی میگوید: ای فرزند آدم، برای عبادت من خالی شو، یعنی وقتت را خالی کن، بیکار شو برای عبادت من سینه تو را از بی‌نیازی پر میکنم. یعنی دیگر در عقل و قلب تو نیازی نیست، احتیاجی نیست، نیازمندی را احساس نمی کنی. املأ صدرک غنا، صدر تو را، سینه تو را از بی‌نیازی پر میکنم. و اسد فقرک، و فقر و نیازمندی تو را، حاجتمندی تو را جلوش را میگیرم، راه آن را میبندم که احساس حاجتمندی، احساس ناداری نمی کنی. و این لم تفعل، اگر این کار را نکردی، ملأت یدیک شغلا، دستان تو را پر از کار میکنم. ولم اسد فقرک، و فقیری و نیازمندی تو را پیشش را نمیگیرم. این از حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم که الله سبحانه و تعالی در آن از بندگانش این را طلب دارد که وقت خالی کنید برای عبادت من. اگر وقت خالی کردی، عبادت کردی من را، میگوید که من دیگر تو را چنان میسازم که احتیاج نیازمندی نمی کنی و حتی فقیری و ناداری خود را احساس نمی کنی، پیش آن را میگیرم. و اگر که این کار را نکردی، من دستان تو را پر از کار میکنم. دیگر فقط شب و روز کار میکنی، فقط در پشت کار هستی و دیگر نیازت هم برآورده نمی شود. دائم خود را احساس میکنی که احتیاج به این داری، احتیاج به آن داری، حالا هم پر نشده است، با وجود این که کار داری، درآمد داری، همه هست، ولی با وجود این هم نیازمندی چنین هستی که اون نیازهایت برآورده نگشتند. والله اعلی و اعلم بالصواب.